عرض بکنم بیداری اسلامی تمام شده نیست. اینجور نیست که ما خیال کنیم که حالا با حوادثی که در بعضی از کشورها اتفاق افتاد بیداری اسلامی از بین رفت. اینجور نیست. بیداری اسلامی یک حادثه سیاسی محض نبود که مثل یک کودتایی، مثل یک فرض کنید که جابجایی، یکی بیاد و یکی بره بعد دیگری بیاد اون رو از بین ببره. بیداری اسلامی به معنای این بود که یک حالت تنبه و آگاهی و خودباوری با تکیه به اسلام در جوامع اسلامی پدید آمد. اینجور نیست که ما فکر کنیم که بیداری اسلامی از بین رفته است. نه، این یک واقعیتی در زیر پوست ظاهری جوامع هست. اینها بخشی از صحبت‌های رهبر انقلاب اسلامی است که پیرامون وقایع این روزهای کشورهای عربی بیان شده است. اما شاید سوالی که برای بسیاری مطرح باشد این است که چرا کشورهایی همانند تونس، مصر، لیبی، یمن، بحرین و سوریه به وضعی دچار شده‌اند که نسبت به شرایط چند سال پیش شرایط مطلوب و خوشایندی به شمار نمی آید. آغاز سال 2011 میلادی موجی از قیام‌ها در کشورهایی همانند تونس و مصر به راه افتاد که از آن با عنوان بیداری اسلامی و یا بهار عربی یاد می‌شد. ابتدا در تونس مردم این کشور توانستند به حکومت بیش از 3 دهه‌ای بن علی پایان دهند و تونس اولین کشوری بود که مزه بیداری اسلامی و بهار عربی در آن چشیده شد. پس از تونس مردم مصر بودند که به حکومت چند ده ساله مبارک پایان دادند و پس از مصر مردم لیبی توانستند قذافی را از قدرت کنار بکشند و پس از لیبی این مردم یمن بودند که توانستند حکومت علی عبدالله صالح را از قدرت به زیر بکشند. اما نگرانی که از همان ابتدا پیرامون این قیام‌ها وجود داشت سرانجام این انقلاب‌ها و قیام‌ها بود و اینکه چگونه میتوان از این قیام‌ها پاسداری و نگهبانی نمود. در همان ماه‌های اول بعد از پیروزی انقلاب‌ها در کشورهای عربی برخی‌ها این سوال را مطرح می‌کردند که نقش آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی در این انقلاب‌ها چیست و آمریکا چگونه حاضر است که متحدان دیرینه خود در منطقه را از دست بدهد و حاکمان جدید در کشورهای عربی چگونه می‌خواهند با دولت آمریکا رابطه برقرار کنند. پاسخ به این سوال شاید زمان خیلی زیادی طول نکشید. پس از پیروزی قیام‌های اسلامی عربی در برخی از کشورها، آمریکا و متحدانش سعی کردند با موجهای دیگر بیداری اسلامی در برخی از کشورها همانند بحرین مقابله کنند و نگذارند که مردم این کشور به پیروزی برسند و به نوعی جلوی سیل قیام‌ها را در منطقه بگیرند. پس از آن با راه اندازی قیام‌های بدلی در برخی از کشورها همانند سوریه سعی کردند موج این قیام‌ها را به صورت معکوس در منطقه نمایش دهند و این قیام‌ها را به سمت خشونت و درگیری‌های داخلی بکشانند. همانطور که در 2 سال گذشته شاهد بوده ایم که آمریکا از نیروهای تکفیری داخل سوریه حمایت می‌کند و وضع را تا آنجا پیش برده است که عملاً سوریه درگیر جنگ داخلی شده است. اما سوالی که این روزها مطرح است و میتوان به سادگی در مطبوعات و اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای و تلویزیونی این گمانه‌زنی‌ها را بارها و بارها شنید، این است که آیا قیام‌های اسلامی در کشورهای عربی شکست خورده است و یا از ابتدا این حرکت‌ها اشتباه بوده است. با نگاهی کلی و اجمالی به این قیام‌ها میتوان نقش منفی آمریکا در این قیام‌ها را مشاهده نمود و پی برد که چگونه آمریکا و متحدانش سعی دارند که این قیام‌ها را به انحراف بکشانند. اما همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، این قیام‌ها به دلیل ذات و بنیه خوب و اسلامی که دارد میتواند به مسیر اصلی خود بازگردد و راه و هدف اصلی را که از همان ابتدا برای خود تعیین نموده بپیماید و نباید گمان کنیم که بیداری اسلامی در کشورهای عربی یک حرکت شکست خورده و تمام شده است. ما باید امیدوار باشیم که بیداری اسلامی در کشورهای عربی به مسیر اصلی خود بازگردد و این خیلی دور نیست.